با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان، هیئت جمهوری تاجیکستان تحت راهبری معاون رئیس کمیته رشد سیاحی زیادالله سلیمزاده به شهر انتالیای جمهوری ترکیه سفر نمود. هدف از سفر نمایندگان ساحه سیاحی تاجیکستان به ترکیه اشتراک در کورس آموزشی میباشد. 11 سپتامبر در شهر انتالیای ترکیه دوره آموزشی برای کارمندان ساحه سیاحی آغاز یافت. در این کورس آموزشی از جمهوری تاجیکستان راهبران و مسئولان یک قطار شرکت‌های سیاحی، طرفخانه و مهمانخانه‌ها و دیگر سوبیکت‌های خدمت‌رسانی سیاحی اشتراک دارند. با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان، هیئت 21 نفره ساحه سیاحی مملکت به شهر انتالیای جمهوری ترکیه سفر نمود. هدف از سفر نمایندگان ساحه سیاحی تاجیکستان به ترکیه اشتراک نمودن در کورس آموزشی میباشد. در این کورس آموزشی از جمهوری تاجیکستان راهبران و مسئولان یک قطار شرکت‌های سیاحی، طرفخانه و مهمانخانه‌ها و دیگر سوبیکت‌های خدمت‌رسانی سیاحی اشتراک دارند. یک قطار مواد اطلاعاتی سیاحی از قبیل خریطه و راهنما، دیسک‌ها، مجله و ورقه‌ها به دزدوران سیر و سیاحت پیشنهاد کرده شد. این کورس آموزشی از 11 سپتامبر آغاز یافته تا 17 سپتامبر دوام می‌یابد. این کورس آموزشی از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان و کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان عملی گردید. در تاجیکستان برای به طور پورا راه‌اندازی نمودن تمام اقتدار، نیروی کادری، دانش‌های نظریوی و عملی در مجموع آماده نمودن کادرهای بالایقت ساحه سیاحی و در این زمینه رقابت‌پذیر بودن در بازار جهانی سیاحی از جانب کمیته رشد سیاحی پیوسته تدبیرهای ضروری اندیشیده می‌شود. تاکید گردید که صنعت سیاحی زمان معاصر یکی از ساحه‌های رشد یابنده و سردرآمد اقتصاد جهان به حساب می‌رود. در این سمت آماده نمودن متخصصان اختصاصمند ساحه و سهمگذاری در بهتر نمودن صفت خدمت‌رسانی برای معرفی تاجیکستان همچون دولت سیاحی نقش مهمی می‌بازد. کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان بابت تشکیل درست کار جهت تأمین خدمت‌رسانی سطح بلند به مزاجیان و سیاحان در مهمانخانه‌ها، آشخانه و طرفخانه‌ها، اینفراستراکتور سیاحی، جلب هرچه بیشتر سیاحان به مملکت، تأمین حرکت بی‌ممانعت شهروندان با استفاده از نرخ‌های دسترس، تشکیل خط‌سیرهای نوی پرواز طیاره‌ها و با طلبات سطح بین‌المللی مطابق نمودن خدمت‌رسانی‌ها در همکاری با وزارت و اداره‌های مربوطه مملکت تدبیرهای ضروری و سریع وقت می‌اندیشد. گفته شد که در تاجیکستان همساله ساحه سیاحی رشد یافته بنیاد راه‌های سطح بین‌المللی، نقب‌ها، اینفراستراکتور سیاحی، تأسیس آسایشگاه‌ها در منطقه‌های گوناگون مملکت بیشتر تکمیل می‌یابد. یادآور شویم که مشغولیت‌های آموزشی تا 17 سپتامبر ادامه می‌یابد. نرزالله علیزاده از شهر انتالیای ترکیه مخصوص برای یوتیوب کانال خاور.